سلام. دیدگاه‌های متفاوت، حرف‌های مخالف، دوغ‌های گازدار. اینجا دعوا نیست. مباحث اصلی که می‌خوایم حالا تو این جلسه دربارش بحث کنیم اینه که اصلا مد چیه؟ در عالم مد، در دنیای مد، ما در کجای این دنیا قرار گرفتیم؟ مثلا من خودم یه آدم خیلی روشن فکرم. پسر تو این جلسه چقدر تنوع فکری هست. اینجوری نیستش که فقط بسیجی‌ها باشن. همونطور که میدونید مدیسین اصلی مقام عظمای ولایت. حالا چرا این حرفو میزنم؟ چون از بچگی ترک اسمشون بوده. مقام عظمای ولایت مد ذل العالی، یعنی اند مدن، اصلا خودشون مانکرن مقام عظما. اگر همه این چیزها رو ما به صورت تلویحی میدونیم، پس چرا باز درگیر مد میشیم؟ ما تلویحی درگیر مد نمیشیم، ما بیشتر به مد گیر میدیم، یعنی گیر میدیم. و اینکه از کجا میفهمیم چه چیزی مده؟ مثلا همین که ما از کجا میتونیم تشخیص بدیم که مثلا میایم پخش میکنیم میگیم امسال یا این هفته یا این ماه الان مثلا رنگ بنفش مده مثلا ما بسیجی‌ها چون کور رنگی داریم اینو نمیتونستیم تا الان تشخیص بدیم، اما الان که گفتید از روی سر و وضع شما و پیرن آقای مجری فهمیدیم که رنگ بنفش مده. آیا بعضی وقتها یه مدهای خوبی ممکنه بیاد؟ چجوری تشخیص بدیم؟ که قطعا میاد به نظر من خیلی وقتا واقعا طراحی بعضی از لباسا، من خودم فکر میکنم اینجوری باشه، حالا دوست دارم که مخالفت بشنوم. مخالفت؟ بابا شما شیر دموکراسی رو وا کردیم تو این برنامه خانم، داریم غرق میشیم دیگه. راست میگه محمد، چرا جواد بازی در میاری تو؟ مثلا ناکن، مثلا من الان خودم تریپ عظما فشیوم زدم، لامصب میترکونه. اشکالی داره؟ نه اشکالی داره. خیلی قشنگه، چه اشکالی داره؟ بله اشکالی نداره که، اشکالی نداره. من در اینجا میخواستم به سهم خودم به عنوان یه برادر بسیجی از دستاندرکاران این برنامه به خاطر حضور پررنگ زنان بسیجی تشکر کنم. این فضای برابر فقط در جمهوری اسلامی وجود داره. همینجوری سیبیل تا سیبیل برابری داره موج میزنه. همینجوری شما نها کن، سیبیل تا سیبیل. معمولا مسئله مد با جوونا جمع میشه. 3 تا دیدگاهی که نه فقط تو کشور ما بلکه تو دنیا طرفدار داره. واه خاک عالم. آقای کارشناس شما داشتی صحبت میکردی؟ من فکر کردم هنوز خانم مجری داره صحبت میکنه. لعنتون همچین با تصویرتون غریبه است. این هم مده؟ شاید مده. حالا شما خودتون طالب چه جور مدی هستین؟ موهای سیخی، لباسایی که آرم داره، عکس خواننده داره، شلوارک داره، کلاه این مدلی، پوتینای فشن و موهای تا زیر چشم آمده تیپ اسپورت. زک ما رو بگو با کی میخوایم بریم دفاع مقدس؟ این یارو از خودش نمیتونه دفاع کنه، چجوری میخواد از جمهوری اسلامی دفاع کنه؟ عجیبه. به نظر من باید یه سری ملاک‌های اینجا بذاریم. کجا بذاریم؟ آقا یکی بیاد ور این ملاک‌ها رو بگیره یه جا. کجا فرمودین؟ کجا بذاریم؟ این وسط در واقع یه صافیایی بذاریم که ما اگه با یه مدی روبرو شدیم، اگه مثلا ملاک بذاریم عقل، ملاک بذاریم عرف جامعه اسلامی، یعنی ما باید الان به یه ملاکی برسیم، ملاک بذاریم. کشی ما رو بابا، چه میرم ملاک بذاریم صافی بذاریم. آخه یار دنقلی تا تو بخوای ملاک بذاری که نظام جمهوری اسلامی رو باید برده که آقا رو. سقراط میگه بزرگترین اختلاف و مشکلات جامعه بشری اینه که در مورد مفاهیم تعریف واحد ندارن. ما اگه بخوایم از مد تعریف واحد کنیم بعد بگیم یک روش طریقه هست که مورد بابا 2 تا جمله تعریف مد رو نوشتیم، الان 2 هفته است داری حفظ میکنی، هنوز از رو نمیتونی بخونی؟ روش طریق مورد چیه دیگه بابا؟ قربونت چه گردم. بعدم بیانات مقام عظما رو ول کردی، از سقراط واسه ما جمله میاری. بابا زمان سقراط همه برگ و اون پارچه و این چیزا میبستن به خودشون، اصلا مدی وجود نداشته. میخوایم بگیم، متفاوت بگیم. میخوایم بشنویم، متفاوت بشیم. میخوایم کله ملق بزنیم، متفاوت کله ملق بزنیم. چی گفتم؟ در مورد مد ما زمانی میتونیم صحبت بکنیم که ما از عرصه فردی در واقع وارد عرصه اجتماعی بشیم.
یعنی مد زمانی معنا پیدا میکنه که ما در جامعه داریم زندگی میکنیم. یعنی تا زمانی که شما در خانه خودت یا در یک جزیره‌ای که جز شما هیچ کس دیگری اونجا نیست داری زندگی میکنی، اصلا مد معنا نداره. آقا شما چقدر روشن فکرید. فکر چش و چال ما رو هم بکنید، اینجوری برق میزنه چشامونو. والا من الان اصلا چون بحث آزاده حرف ایشون رو کاملا رد میکنم. اصلا اینطوری نیست که مد فقط تو جامعه باشه. مثلا تو خونه ما بیجامه مده، اما تو جامعه کسی نمیپوشه که. دیدی آقای منور و فکر منورت خاموش شدم. خلیل بابا بس داره استکباری میشه. مقام عظما راجع به همه چیز تو دنیا زر زده، اظهار نظر کرده، سر این مد نظر نده. این یک صحبت جالبی از حضرت آقا مقام معظم رهبری هم در این زمینه بود، در مورد مد سوال کرده بودن. حضرت آقا فرمودن تقلید فرهنگی خطر خیلی بزرگی است، اما این حرف اشتباه نشود با تنوع و تحول و مدگرایی و نوگرایی. این که بنده با مد اگر افراطی نباشد، اگر از روی چشم هم چشمی نباشد، عیبی ندارد. لباس، رفتار و غیره تغییر پیدا می‌کند، اما مواظب باشید قبل نمای این مدگرایی به سمت اروپا نباشد. آقا تمام فصل الخطابمون همین اظهارات مقام عظماست. از اینجا به بعد هر کی بحث رو ادامه بده دستگیرش میکنه. روشنه؟ همونطور که مقام عظما فرمودن خواهی نشوی ور شو همرنگ سماور شو، خواهی نشوی رسوا بپر عقب وسوا. الان فقط به قول قوه قلمی مقام عظما خوب تونست ته بحث رو ببنده. اما چون بحث آزاده نمیخوام بگم، چون بحث آزاده ما یه ساعت داریم درباره لباس و مد و مو اینا فک زدیم، هیچ کم نفسش در نیومد که بگه بابا الان تو خیابونا مد فتنه و آتش زدن عکس عظما و نمیدونم فحشکش کردن مقامات و چه این چیزاست. ما با این بحثا مف مقام عظما هم خلاصه پاک نکردیم، بیشتر چون بحث آزاده گفتم و در جریان باشید. خسته نباشید.